بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی و شنوندگان گرامی. البته رمضان یکی از رکنهای اساسی دین مبین اسلام به شمار می رود. حالا رمضان به خاطر آن است که انسان از همه جهت خود را برقرار کند، سلامتی خود را، معنویات و آداب و اخلاق خود را، انسانیت و شرافت و کرامت خود را همه را پابرجا کند و همه را استوار و مستحکم نماید. و خداوند عزوجل می فرماید: استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق الله العظیم. خداوند عزوجل می فرماید: ای اون کسانی که شما ایمان آورده اید، همچنانی که برای شما ما رمضان را فرض گردانیدیم، بر امتان قبل از اسلام هم ما رمضان را فرض گردانیده بودیم که اونها هم روزه می داشتند. هدف از داشتن رمضان در این قسمت آیه کریمه لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزگار باشید، شاید که شما نکوکار شوید. یکی از هدفهای اساسی ماه مبارک رمضان همین است که انسان خود را از تمام خصلت‌های بد و زشت پاک بگرداند. حالا در حدیث دیگری پیامبر علیه السلام میگوید: صوموا تصحوا، شما روزه بدارید تا اینکه سلامتی شما برقرار و مستحکم شود. یعنی در رمضان حتمی سلامتی انسان هم وجود دارد. انسان با رمضان سلامتی خود را هم برقرار میکند. حالا بسیاری از همین در معده و در روده های انسان و در عضوهای داخلی انسان از چربی ها و دیگر و میکروب هایی که جمع می شود و خلل وارد میکند، با سبب این خوردن و نوشیدنی با یک نظام و ترتیب معین، حالا این عضوهای درونی انسان بسا نیرومند و خالی از تمام همون چربی های ضرر کننده و سلامتی انسان برقرار می شود. امروز هم طب هم اثبات کرده است که با همین نظام معین که از لحظه معین تا لحظه معین نخوردن و از لحظه معین تا لحظه دیگر نوشیدن و خوردن برای سلامتی انسان این یک طبابت، مهمترین طبابتی هست که انسان سلامتی خود را در مدت یک ماه برقرار میکند و انسان احساس میکند که سبک شده است، احساس میکند که خیلی سلامتیش برقرار و پابرجا شده است. در حقیقت هر سالی که ما و شما وقتی که روزه میگیریم در آخرای رمضان خیلی حس میکنیم، از اول تا به آخر و در آخر خصوصا، که یک سبکی در بدن ما و یک نور در روح و روان ما، در ایمان ما با وجود می آید. و همچنانی که حسن بصری رحمت الله علیه یکی از تابعین و شخصیت های بزرگی اسلام هست که میگوید که بعد هر عبادت اگر تغییرات با وجود نیاید اون عبادتت قبول نشده است و نتیجه و نشانه قبول عبادتی تو یک تغییرات کلی در روح و روان و در قلب و جان و در حیات و در معامله و معاشرتی تو باید به وجود بیاید. اگر به وجود نآمد عبادتت قبول نشده است، اگر به وجود آمد عبادتت البته قبول شده است.